امسال در افغانستان زیر سایه حکومت طالبان نوروز به گونه‌ای که سالهای قبل برگزار می شد تجلیل نگردید. در مزار شریف هم سال نو مثل سالهای قبل رونق نداشت. در کابل هم زیارت سخی مثل سالهای قبل جمع جوش خود را نداشت. ولی مردم میگویند نوروز یک فرهنگ مردمی است که در زیر سایه هر حکومتی که باشند آنها نوروز را در خانه های خود تجلیل می کنند. خب افسین در افغانستان زیادتر مردم افسین جور نمیکنن. ایره در فکر کنم در ایران درست میکنن افسینه و در افغانستان به جای افسین 7 میوه درست میکنن. یعنی تمام میوه خشک تر میکنن به نام افسین. دیگه در شب سال نو مردم ماهی پخته میکنن، سرخ میکنن، چلو پخته میکردن، سر چلو سبزی پخته میکردن. به خاطر که برف سیر میره و سبزی یعنی بهار نو میاد سبزی درست میکنن. اما در آن سوی دریای آمو در تاجیکستان نوروز رونق خاص خود را دارد. در ایران و سایر کشورها نوروز به گونه رسمی و غیر رسمی تجلیل می شود. اگر شما هم تجلیل میکنید نوروزتان پیروز، نوی کال مبارک شد.